که علی قراره به آرزوش برسه. آرزوش چیه؟ اینکه صاحب یه دکه بشه. علی چرا گرفته ای؟ آرزوش برسه. دکه آرزو نیست. دوست داشتی دکه کافی چاپی داشته باشی؟ ببین همینجا تا همینجا آرزوشو تغییر داد. عجبا. یه ذره گرفته است از روی قیمت ها، به خاطر اینکه قیمت وسایل ها رو دست میزنی شده فلان قد. کلا جای پارکمونه مثل اینکه گرفتن. میریم میریم جای پارک. دستم گذاشتم رو دیگه بچه‌ها ببخشید. حواسم پی پارک رفت. بابا نزدیکه هست. دیگه اومدیم با مریم منطقه. بچه‌ها خوبین؟ خوبن خوشم. سلام خوبین؟ چه کار میکنید؟ دیگه داریم میریم برای امر خیر ببینیم که قیمت ها اینجا چطوره. البته یکی از دوستامون خودش میشه گفت فروش اینجور لوازم رو داره. ما تا حالا یه قیمتی گرفتیم بیایم اینجا هم نگاه کنیم ببینیم قیمت ها چجوریه. شاید منطقه ارزون تر باشه. دیگه مریم وقت گذاشت، منم همینطور با علی اومدیم که به کاراش برسه. برم علی. من همونجا بمونم صحبتامو بکنم. اومدیم منطقه آزاد انزلی. علی دستگاه اسپرسو ساز میخواست، یعنی اون جایی که انتخاب کرده. حالا من بعدم سر فرصت میبرم نشونتون میدم. نزدیک خونه‌مونه، جاش خیلی خوبه. یه دکه خیلی کوچولوه. حالا امیدوارم که به خیر و خوشی شروع کنه و براش پربرکت باشه و به جای بالاتر از این برسه. فعلا حالا از یه دکه شروع کرده، میخواد داخلش قهوه بده و نوشیدنی و حالا نمیدونم دیگه چه برنامه‌ای براش داره. عادل قراره یه قسمتی از اون کار رو انجام بده براش، توقع و اینجور چیزا بزنه و ما خیلی کار داریم. صدای طوفان دیگه میاد، ماشین رد میشه. به این منطقه تا دیر نشده، چون هرچند اون مغازه‌ای که علی کار داره بازه. بریم اونجا ببینیم قیمتاش چجوریه، میتونه خرید کنه با قیمت مناسب. هم دستگاه میخواست هم میخواست قهوه بگیره. من گفتم حالا میتونه دونه قهوه بگیره خودش آسیاب کنه، دستگاه آسیاب هم جدا باید تهیه کنه. همه اینا دونه دونه قیمت میاد روش و یه ذره کارو سخت میکنه، چون قراره با میشه گفت کمترین قیمت، یعنی با کیفیت باشه ولی صدا میکنه. من برم الان قرار میزنه. قراره با یه قیمت مناسب بتونیم یه چیزی تهیه کنیم دیگه. بریم ببینیم چیزی امروز قسمتمون میشه بگیریم. منم یه مقدار خرید دارم، بتونم حالا یه چیز خوب منم پیدا کنم عالی میشه. بریم به امید خدا. چه حسی داری؟ تو قبل از این آرزو میکرد، الان میگه اصلا اون آرزو میکرد. امیدوارم ارزون که حالا خیلی هم نیست. بچه یادتونه اون دستگاه من عادل گرفته بود برام ولنتاین، اون حدوداً 6 تومن شده بود. الان ولی مثل این که خیلی گرون‌تر شده. ولنتاین گرفته بود؟ نه بابا تولدم نه، ولنتاین بود. تولد یادش رفته دیگه. شما فکر کنم یادتونه یه تومن 10,000 تومانی داده بود. یه عالمه. برو بابا. من اصلا اینجوری دوست ندارم کسی به من کادوی تولد اینجوری بده، اونم نزدیکان دیگه. مطمئنم با سلیقه منو بدونن که آسمون قشنگه. بذار براتون از آسمون بگیرم، خیلی خوشگله. بچه‌ها جهتش رو عوض کردم. دستم نگیر. چی بگم؟ صدا نمیاد. صدا فقط غور میگه گوشی داغونه. بچه‌ها من به پول برسم اولین کاری که میکنم یه گوشی لاکچری میگیرم، اینجوری میزنم میندازم جلوی علی. در این آسمون رو ببینید خیلی خوشگله، خیلی. بعد ما اکثرا موقعی که میخوایم خرید کنیم اینجا نمیایم، یعنی منطقه آزاد میایم اینجا میایم. ما این پاساژه که میبینید اسمش ستاره شماله، ولی به نظر من اصلی ترین و بهترینش اون مجتمع ونوسه که داریم میریم سمتش. حالا یه سری از دوستان بذارین اول چیزشو درست کنم، دورش کردم. چیکار دارم میکنم؟ دور و نزدیک کردم. بچه‌ها ببخشید. خب این یه مجتمع است، اونورم یه مجتمع است. بچه‌ها اینو دور کردم، ببخشید. وایسین اینو بلدم نیستم اینو چیز کنم. چیکار دارم میکنم؟ آره من اصلا شاید اینطوری باشه.
آره بچه ببخشید دیگه کم و زیادش کردم الان نمیتونم درستش کنم. خلاصه که ما از اون ور خرید میکنیم. بعد چند وقت پیش اومده بودم منطقه آزاد، از یه قسمت ویدیو گرفتم. خیلی‌ها گفتن که این کجای منطقه است ما ندیدیم. بچه‌ها اون سمته، ببین اونجا یه بازار محلی سنتیه که وسایل سنتی دارن. حالا اگر این ویدیو رو دارید میبینید یادتون باشه همین که از در ورودی میاید، این که ستاره شمال نه، اونم که ونوسه. آره ما اونجا خرید میکنیم. بعدش هم شما بیاین اینجا این سمت که چیزای سنتی دارن. آسمون رو ببین خیلی خوشگله. امروز ما اومدیم برای خرید بچه ها. علی مارکی رو دیده خوشش اومده، یعنی اومدیم صحبت کردیم. بعد بنده خدا از اینجایی که من خرید میکنم خیلی خوب توضیح میده در مورد حالا هر چیزی که آدم میخواد، قشنگ توضیح میده که راهنمایی میکنه. حالا علی داره نگاه میکنه، ببینیم که تو سایت جایی میبینیمش. از 6 و 300 تا 8 و 650. خب دیدی حالا هر جایی قیمت درسته؟ این طورم خب دیگه چون یه چیزی هم هست که همه جا ندارن. یه مارکی رو معرفی کرد نیمه صنعتی، نظر ما هم این بودش چون علی داره خیلی مثلا خب قراره باش کار کنه. 6 و 500 6 و 300 چیه؟ دسته جیملای 350 نمیدونم. علی هم اینجا نشسته داره با گوشیش برمیده. طبقه اول منطقه آزاد ونوسی. تو داری چیکار میکنی که اینجا برای خود لم داری نشستی؟ به نظر من که اینو بگیریم، چون که اولا که خیلی خوب توضیح میده، بعدش هم این که مارکش هم خوبه، بعد این خودش چیزه به پایین به اطراف میفرسته، یعنی میان ازش میخرن. به نظر من که بگیره. حتی تازه دستگاه آسیاب هم میخواستیم. علی هر قیمتی که فکر میکردیم همه چی این ور اون ور شد. علی فکر میکرد تا 6 و 500 الان شده 8 و 500 6 7 8 2 تومن دیگه درسته. بذاریم من بیام این ور 2 تومن گرونتر، 2 میلیون گرونتره. داره فکر برو بریم این دوتا اینجا یه سوال کنیم. میتونی داره توضیح میده روی بگیریم. بریم میتونی به نظرت مثلا به نظر پیشنهادم اینه که فعلا لزومی نداره اینو بکنی. آره نه این روکش استیله، این روکش استیله. آره. یه مدت تا دستت را بیفته بذار همینجوری خوشگله تو دکته، ضربه بهش بخوره خط نمیخوره. ببین تمام استیلش روکش داره، ولی این جاش دیگه فابریکیش هم چیز نداره. این لک و لوکا رو میبینی وقتی زمانی که اینجا خودت میدونی شمال منتها اینجا نزدیک ساحل، ملت قدم میزنن، خاک بلند میشه، فلان میشه، همش تمیز میشه. مسلما شما بهتر تمیز میکنی تا ما. چیز نمیکنم. این به خاطر اینکه اینجا رو میمالیدی پاک کردم ببینی که اینا چیزی نیست، چون استیله. آره هیچ نه خودش هم حساسه، میاد خونه ما میگه چرا پاک نکردی. آره کار خوبی میکنه. خب اینم که چیزش خوب. یه دونه از اینا جنس خوب بگیر. آره نه ما اصلا جنس ضعیف نمیگیریم، همینی که گرفتیم جنس خوبشه. اینا از 15 تومانی داره تا 35 تومانی. خوبشو بگی چون حیفه. خب ببین دستگاه اسپرسو که میدونی اصلا لزومی نداره ممنون که این مخزنش رو در بیاره. مخزنش حجم بالایی از آب رو میگیره و بهترین کار اینه که همیشه مخزنش پر آب باشه. برای اینکه منطقه‌ای که ما داریم زندگی میکنیم منطقه‌ای که آبش خیلی املاح داره. واسه اینکه زود دستگاه به مشکل نخوره از آب تصفیه استفاده کن. گیر کردی از این آب معدنیایی که نوشته آشامیدنی استفاده کن. متوجه؟ یعنی هر جوری است از آب شیر استفاده نکن. دلیلش این کمپرس آب داره. وقتی استفاده میکنی مثلا آب میزنه بیرون، کمپرس به این حال نیمه صنعتی بودنشه، مهم نیست. جای تخلیه داره تخلیه میکنی. ایناش چیزی نیستش. میگم اینا نگرانت نکنه. در ادامه که فیلماشو میبینی یوتیوب هی تمرین میکنی
یه روزی میشه که میای اینجا رد میشی میگی میخوای بهت یاد بدم قهوه چی. ما این چیزا رو زیاد دیدیم و رفیق شدن مشتریا. مشتری شدن لایجا اینجا میگفت هیچی بلد نیستم، بچهای نمایشگاه اتومبیل لایجا. بعد یه ماه تازه ما 20 سال کارو بودیم اینقدر اومد گفت ببین اگه قهوه مشکل داشته بگو من برات قهوه میدم چی؟ گفتم نمیگم. حالا شما همینطور روشن کن خودت. این آچپنده هنوز اتفاقی نیفتاده، تموم شد. وقتی روشن میکنی یه سلامی عرض میکنه، آماده میشه. زمانی که آماده شد این چراغ ثابت میشه. شما برای لاته و کاپوچینو اینا حتما لازم داری از این چراغ استفاده کنی. این دکمه رو بزنی همه قطع میشه، فقط این چشمک میزنه، ثابت که شد بخار بهت میده. زمانی که کارو با بخار انجام دادی همیشه این شیل باید بسته باشه. وقتی استفاده میکنی باز، اگر این شیل رو باز کنی دیگه اینا کار نمیکنه. این برای قهوته. شما 2 کاپ و تک کاپ میتونی بگیری. یه مشتری میاد میگه 1 کاپ قهوه میخوام، یه مشتری میاد میگه 2 کاپ قهوه میخوام. برای 1 کاپات حتما از این 1 کاپا استفاده. حالا هر چیزی من نمیدونم، شما ممکن از این یه بار مصرفا استفاده کنید در کس بدی بره. چون معمولا دکا همین کارا میکنن. من فقط برای نشون دادن بهت میدم. بعد تنها چیزی که باید بخری حتما ما الان نداریم این تکشیرشه. آها چرا؟ ببین این عوض میشه. اینجا رو ببین، اینو میبینی؟ اینو میچرخونن عوض میشه، یه تکشیر قرار میگیره. یا اینکه خیلی بخوای به خودت حال بدی اصلا یه پورتافیلتر تکشیر بگیر با یه شیر واسه زمانی که تکه. حالا نگرفتی، اصلا نگرفتی، این یه دونه رو وسط که بذاری از بسکت تک استفاده کنی، همین یه دونه جوابت میده. حالا یه ذره دهنش خاص‌تر باشه. آره اینا دور میزنه. آقا من گفتم مریم از ما ویدیو بگیره ببینید خرید کردیم. آقای خیلی توضیح داد، من دیگه بقیه رو ویدیو نگرفتم. الان هم میخوایم از منطقه بزنیم بیرون. یه آدرسی هم علی گرفت برای قهوه. آقا اینجا اعلام کنم بعد نگید نه، من براش فنجون، یه دست فنجون قهوه گرفتم. خب مبارک. خب ببرم میگفتیم دیگه. به امید اینکه یه به زودی کادو بگیریم برای مغازه خودش. ما آروم بودیم، مریم الان میفته داره پشت راه میره. یه جا آدرس گرفت برای اینکه قهوه بگیره. آسیاب قهوه رو نگرفتیم چون قیمت واقعا بالا رفت. به علی قبلش هم گفته بودم که میخوای اینوری برو، تو اونجوری داری میری میافتی آخر. نه بابا کار دست خودتون ما میدید. بعد من بهش گفتم اصلا به قیمت فکر نکن، چون وقتی میای خرید میکنی میبینی اصلا بعضی وقتا برنامه‌ها یه جور دیگه پیش میره. ما فکر کرده بودیم حالا 6500 اومدیم دیدیم 8500 گفتن. کلا 9 تومن. آره با اون تمپر رو دیگه چی گرفت؟ یه دونه فیچر گرفت. آره حالا اونو پیچرینا بعداً به دردش میخوره، الان ولی بیشتر همین نیاز بود که بخواد حالا چیزای اصلی رو بگیره. علی مبارکه. آره واقعا مبارک باشه. بریم اونجا قهوه بزنیم. لکه بهتون قهوه. آره اونایی که یوتیوب دارن نگاه میکنن و تو گیلان هستن و انزلی زندگی میکنن، دکه پمپ باد قاضیان یادتون نره. حتما تو ویدیوهای دیگه نشون میدم که کجاست. برید حمایت کنید از علی، بذارید کسب و کارش رونق پیدا کنه. ما به زودی یه مغازه بزنیم. سعی میکنم اگر فرصت بشه یه موقع‌هایی، خب دیگه شما کیک و آشپزی‌های منو دیدید، یه موقع‌هایی سعی میکنم که حالا شیرینی‌هایی که روزانه میتونم درست کنم مثل چیزکیک، مثل کیک شکلاتی درست کنم و اونجا ببرم، علی بتونه چیزای تازه بفروشه. دیگه از ما خرید کنید بعد از این. به امید خدا. امید